جملات خبری ساده در زبان آلمانی. ببینیم که جملات خبری ساده از چند بخش تشکیل میشن. ساختار جملات خبری ساده در آلمانی به صورت کلی از سه بخش اصلی تشکیل میشوند که عبارت از فاعل یعنی زوبیکت ما، یعنی یک بخش از جملات خبری باید فاعل باشه، بخش دوم فعل یا ورب و بخش سوم میتونه مفعول باشه یا سایر اطلاعات باشه. Objekt, andere Angaben. حالا با مثال میشه بهتر درک کرد موضوع. ببینیم که ترتیب قرار گرفتن این اجزا در جملات به شکل زیر است. یعنی شما وقتی که یک جمله خبری در سطح آینز یا در زبان آلمانی میسازیم باید فاعل داشته باشه، باید فعل داشته باشه و سایر اجزای جمله که مفعول و اطلاعات زمانی مکانی چنین چیزهایی هست. به طور مثال شماره اول که مثالی هست خیلی پرکاربرد، Ich trinke کافه، من قهوه می نوشم. یک جمله خبری ساده هست اما کامل، یعنی چیزی که ما گفتیم داره. Ich در اینجا فاعل یا سوبیکت مانه که در جایگاه اول قرار گرفته. ترینکه در اینجا فعل مانه که به معنای نوشیدن و در جایگاه دوم قرار گرفته. کافه مفعوله، در اینجا میبینی که بعد از فعل قرار گرفته. مثال بعدی Herr geht ins Kino، او به سینما میرود. Herr فاعل مانه، او مرد. Get فعل مانه رفتن. ins Kino مفعول مانه و مکانم هست. پس در اینجا تا فعلا دیدیم که هر جمله خبری شامل فاعل، فعل و مفعول یا سایر اجزای جمله هست. مثال بعدی Wir essen Abendessen، ما شام میخوریم. Wir فاعل، essen فعل، Abendessen مفعول مانه. حالا در اینجا یک موضوعی هست. مثال چهارم یک ویژگی یا یک نکته خیلی مهم داره. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Ich فاعل، lerne آموختن فعل جمله مانه. سایر اجزای جمله jeden Tag Deutsch، من هر روز آلمانی میآموزم. حالا در اینجا بعضی مواقع شما جمله یا جملات قبلی چنین میبینید. در صورتی که قید داشته باشیم، مخصوصا قید زمان، بعضی مواقع جای خود با فاعل عوض میکنه، اما فعل سر جای خود هست. در جملات خبری همه جملاتی که تا فعلا کار کردیم جایگاه دوم ما به فعل دادیم و جایگاه اول هم جملات قبلی مال فاعل بود، اما بعضی مواقع میتونه که قید زمان بیای جای فاعل بگیره. ببینید گفته Ich lerne jeden Tag Deutsch. jeden Tag lerne ich Deutsch. سر فعل هیچ تغییری نماد. پس در جملات خبری جایگاه فعل جایگاه دوم شد. پوزیسیون 1 موقعیت اول، پوزیسیون 2 موقعیت دوم، jeden Tag Deutsch موقعیت سوم و تکمیل کننده جمله. در این جمله هم که هست jeden Tag پوزیسیون 1 lerne پوزیسیون 2، پس بر دو حالت فعل جایگاه دوم داره. اما jeden Tag میبینیم که قید زمانه با فاعل جای خود عوض کرد و فاعل رفت بعد از فعل و jeden Tag آمد اول جمله. معمولا در مکالمات روزمره شما چنین میبینین قیدار میارم اول جمله و روی از او تاکید میکنن. وقتی که قید اول میاد یعنی تاکید بیشتری روی زمان صورت میگیره. اشتباهات رایجی هم هست که زبان آموزان مبتدی استفاده میکنن. ببینیم که ich Kaffee trinke اشتباهه، بلکه باید شما بگی ich trinke Kaffee. پوزیسیون 1 فاعل، پوزیسیون 2 فعل. پس در جمله اول که اشتباه هست فعل رفته آخر جمله جایگاه سوم، مفعول آمده جایگاه دوم، پس کاملا اشتباهه. مثال بعدی Herr Deutsch sprechen. Herr Deutsch sprechen اشتباهه. اولی که فعل جایگاه دوم نیست رفته جایگاه سوم، یک اشتباه. دوم که شما باید فعل اشپقشن یا هر فعلی که هست نظر به فاعل پسوند فاعلی بدین، صرف فعل ها بلد باشین. پس در اینجا فعلم صرف اشتباهه. Herr spricht Deutsch، او صحبت میکنه
آلمانی. پس درست ای شد و اشتباهاتی که اکثرا انجام میدم. پس باید شما جای فاعل، مفعول و سایر اجزای جمله بلد باشین. حالا نوبت شماست. در پایین همین ویدیو شما چنین جمله میتونید که بنویسین تا اگر مشکلی داشته باشین در آنجا برای شما مشکل شما رو توضیح بدم. Ich lerne Deutsch. من آلمانی یاد میگیرم. Ich فاعل lerne فعل، Deutsch هم که مکمل جمله مانه. چنین جمله هم شما در پایین همین ویدیو بنویسین تا مطمئن شون که جملات یاد گرفتین و شما میتونید که تمرینات بیشتری انجام دهید تا به تسلط برسین. پس هر چیزی با تمرین میشه بهتر آموخت. اگر از این ویدیو خوش اومد ویدیو ما لایک کنین، سوال پیش داشتید کامنت بدین. آلمانی 0 تا 100 و همچنین دایچ میت فرهاد دو کانال جداگانه در یوتیوب هست. همه روز ویدیوهای مختلف گذاشته میشه. ویدیو رو ببینیم، از ویدیوها لذت ببرید. تا درس بعدی خدا یار و نگهدارش.